سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. بازم با یک کلیپ دیگه از مجموعه سایان در خدمتتون هستیم با معرفی و آموزش دستگاه هیدروفشیال شیشکاره. تو این کلیپ میخوایم هم دستگاه رو بهتون معرفی بکنیم و هم آموزش کار با هندپیس های هیدروفشیال رو براتون کلیپ بگیریم. دستگاه رو روشن میکنم، هندپیس های دستگاه رو بهتون معرفی میکنم: هندپیس اسپری، هندپیس میکرودرم، هندپیس RF، اتوصورت، درماف یا اسکرابر، دسته کول و اولتراسونیک. ما میایم از اینجا شروع میکنیم. مخزن‌های جلو، ولوم‌های جلویی و دو تا مخزن پشتی همشون مربوط میشن به هندپیس میکرودرم که این هندپیس هستش. مخزن A و B دستگاه برای موادهای فشیال هستند که برای صورت قابل استفاده هستش. از هر کدوم از این مخزن‌های A یا B خواستی استفاده بکنی، ولوم وسطی رو باید روی حرف اون مخزن قرار بدیم. ما الان می‌خوایم از مخزن A استفاده بکنیم. این ولوم رو روی حرف A قرار میدیم به این شکل رو به فلش. مثلا داخل مخزن A برای پوستای چرب مواد داریم. الان ولوم رو که روی A قرار دادین از این محلول استفاده میشه، یعنی میکرودرم رو که روشن کنین محلول مخزن A رو از مسیر میکرودرم هدایت میده روی صورت. مخزن B هم همینطور برای مواد هستش و مخزن C برای پاکسازی دستگاه. همونطور که گفتم ولوم رو روی C قرار میدیم برای پاکسازی خود دستگاه هستش. این جریان داخل مخزن C آب خالی بریزین، دستتون رو روی هندپیس اینجوری نگه دارین، 10 ثانیه یک بار دستتون رو بردارین که جریان شلنگ میکرودرم پاکسازی بشه یا خود دستگاه پاکسازی بشه. این شیوه نگهداری از دستگاه هستش. به این شکل دستگاهتون رو هفته یک بار یا ماهی 2 بار پاکسازی بکنین. همونطور که گفتم مخزن‌های جلویی 3 تا ولوم و 2 تا مخزن پشتی برای میکرودرم هستش. تو این قسمت روی صفحه یه دونه حالت داریم که هاش تو هستش برای مخزن دی. مخزن دی هم برای میکرودرم هستش. ولوم رو روی دی قرار بدین. ولوم رو که روی دی قرار دادین آب مقطر داخل مخزن دی بریزین و روی صفحه هاش تو رو فعال بکنین و اینکه اکسیژن رسانی رو انجام میدین وقتی از مخزن دی استفاده میکنین. مخزن دی وقتی توش آب مقطر ریختین میتونین ازش استفاده بکنین برای اکسیژن رسانی. دو نوع نحوه پاکسازی و آبرسانی داریم با هندپیس میکرودرم. به این شکل وقتی روی صورت حالت چرخشی با میکرودرم کار میکنین آبرسانی و پاکسازی رو انجام میدین. وقتی دارین به این شکل میکرودرم رو روی پوست میکشین دارین کار لایه برداری رو انجام میدین. این استفاده از میکرودرم بود. به این شکل از میکرودرم استفاده بکنین. 2 نحوه استفاده داره که توضیح دادم براتون. توضیحات 0 تا 100 میکرودرم رو خدمتتون عرض کردم. یه دونه مخزن پشت دستگاه هستش که مخزن آبهای برگشتی، موادهای برگشتی یا سطل زباله دستگاه هستش که تخلیه میشه. هندپیس بعدیمون هندپیس اولتراسونیک هستش که برای جذب مواد. خب کمی آب روی هندپیس اولتراسونیک میریزم که قدرتش رو ببینین. هندپیس رو روشن میکنیم و درجهش رو تنظیم میکنیم. قدرت جذب مواد با هندپیس اولتراسونیک تا 100 برابر بیشتر مواد رو کامل در خورد پوست میده با استفاده از امواج اولتراسونیک. هندپیس اولتراسونیک رو توضیح دادم. هندپیس کول. هندپیس بعدیمونه که برای رفع حساسیت، رفع قرمزی و آخر کار فشیال ازش استفاده میشه که پوست مشتریتون التهاب نیاره، حساسیت ایجاد نکنه و قرمز نشه. اینم از هندپیس کول که هندپیس سرد هستش. هندپیس بعدیمون هندپیس اتوصورت هستش. اتوصورت بهش میگن، درماف بهش میگن، اسکرابر بهش میگن. روی صفحه نمایشگر اتوصورت رو روشن میکنیم، درجهش رو تنظیم میکنیم به این شکل. 2 تا حالت داره، حالتاش به این شکل عوض میشه و 3 نوع کار میشه با این هندپیس انجام داد. کار اول
به این شکل من هندپیست رو خاموش میکنم که صدامو داشته باشین. با نوک تیغه کار پاکسازی رو انجام بدین، کار پاکسازی و لایه برداری. با پشت تیغه صفحه تیغه رو کامل روی پوست بذارین برای جذب مواد. این قسمت خم تیغه رو هم به این شکل روی پوست قرار بدیم برای لیفت پوست. حالا ما هندپیست رو روشن میکنیم که کیفیت هندپیست رو ببینیم. این هم از کیفیت و قدرت هندپیست. قدرت فوق‌العاده عالی و بالایی داره. این هم از دسته اتوصورت یا درماف. هندپیس بعدی ما هندپیس عارف هستش که کار جوانسازی پوست، سفت کنندگی و جمع کنندگی پوست رو انجام میده. هندپیس عارف رو که روشن کردین، خب دوستان هندپیس عارف رو که روشن کردین به این شکل به حالت یومانند از داخل به بیرون روی پوست کار بکنید. یعنی از قسمت بینی به سمت گوش از داخل به بیرون پوست رو هم لیفت بکنین و هم کار جوانسازی رو انجام بدین با استفاده از ژل های آبرسان، ژل های مخصوص دستگاه های گالوانیک یا دستگاه RF استفاده بکنین. دسته RF برای جوانسازی، جمع کنندگی و سفت کنندگی پوست هستش. سعی کنین از پایین به بالا یا از داخل به بیرون کار بکنین با هندپیس RF. هندپیس بعدیمون میکرودرمه که توضیحات کامل رو دربارش بهتون گفتم. و هندپیس بعدیمون هندپیس اسپری هستش. هندپیس اسپریمون قدرت فوق العاده عالی داره که با هم قدرتش رو میبینیم. از این هندپیس هم میتونین برای جذب مواد استفاده بکنین. برای ناخن و مو هم قابل استفاده هستش. داخل مخزنش میتونین رنگ بریزین، موادهای درمانی بریزین برای جذب مواد. خب عزیزان اینم از کلیپ تست و آموزش دستگاه هیدروفشیال شیشکاره. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. با لایک و کامنتاتون خوشحالمون کنین و برای دوستانتون بفرستین.